الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. همین چند ماه پیش شما طرفدار پراپاقرص حکومت طالبان بودید، بعد از چند ماه همه چی چپه شد. نخیر، اشتباه میکنید. من هنوز طرفدارشونم. من هنوز که هنوز طرفدارشونم. من هنوز که هنوزه اسلحه برداشتن بر علیه این رژیم جایز نمیدونم. اسلحه برداشتن بر یک حاکم مسلمان جایز نمیدونم. لیکن همراه با نصیحت از همون روز اول تا الان روش من هیچی عوض نشده. هم مخفیانه نصیحتشون میکنم، هم علنا. مخفیانه نصیحت کار میده، کار نمیده نصیحت علنی. نصیحت علنی فشارش بیشتره. پس شما موضوع منو نمیفهمید. من هم طالبانو چون حکومت اسلامی هست، هنوز فرصتی بهشون داده نشده، هنوز کسی بهشون رسمیت نشناخته باشه، در چنین وضعی من مخالفشون نیستم. لیکن فلان عمل کرد شو که چرا اهل حدیث در زیر سایهشان کشته میشن، این منکر بزرگیه. الساکتون الحق شیطان اخرس. انسانی که در مقابل حق سکوت کنه شیطان گنگ میمونه. با خودشون مطرح کردم، با جناب ذبیح الله مجاهد مطرح کردم، با دیگران. میگن نه ما نیستیم، اینا کشته میشن، ما نیستیم، اینا داعش اینا رو میکشه. خب حتی عقیل را به خاطر حرفی که در مورد طالبان گفته شما گفتین که اگه چون گفته باشتم مزدور است و به خاطر پاسپورتش چون گفت. نه من نگفتم مزدور است. من گفتم شما اصلا حرفا رو نمیفهمید. مثل که من نمیدونم عمرت چقدره. من گفتم عقیل گفته که طالبان مزدور ایرانند. این حرف بیعقلیه، حرف احمقانه، حرف کسی است که بخار معده در حرف میزنه. طالبان مزدور ایرانند. طالبان مزدوران ایران رو در سفارت ایران به درک واصل کردن. لیکن آنکه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است. الان دولت‌های عربی و دولت‌های اسلامی اگر طالبان رو به رسمیت میشناختند، بهترین وسیله بودن طالبان بر زدن این رژیم فاسد. لیکن کیه؟ هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم، همه مهارات دست امریکاست. پس معلوم نیست هیچ کسی نه شما حرفا رو متوجه نمیشید متاسفانه.